بعد از یک سلسله سفرهای رحمانوف علاکه باز نارامی نوتنجی سر شد. اما در چندین بار گفتیم برادران گفتن که امی پای قدمی امی قطعان امی کثیف امام علی به هر جای رفت اوجا بگیم که بلا عذاب به بالای سرشون میاد. یاد دارن که 26 марти 2021 یک ماه پیش رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان قامچیبک توشیف ما یاد داریم که یک وقت هم خیلی نمره مذاق میکردیم. شما مردم دم بینتون دا بدین خیلی غاز ملیک خیلی بعضی نمونه هستن که در ما مسخره بود اما در دیگر ملت های نامی بگیم که با معنی شاید باشه یک نامی با آب رو باشه. اینا وزیری یا که رئیس کمیته امنیت قرقیزستان اما نامش قامچیبک توشیف بود است. 26 مارت همین سال روان یک نشست با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان یتیموف تاجدین ستارویچ یک نشستی بگیم که پسی پرده مخفی داشتن. اوید با مرز باید که حساب کتاب میکردن یا که جوگذاری مرزها میکردن بین مرز. در اینجا وقتی که قامچیبک توشیبکوف با قرقیزستان میرود در یک نشستی خبری در بیشکک سوالش میتن که چی گپ گذشت در نشستی بین دو کشور. میگردن میگه که ما شرطی خودمون گذاشتیم، ما اسلوبی میگیم که ما قانون خودمون پیشنهاد خودمون کردیم که واروخا با ما بدی هم از بودکند یک قسمش هم برای او میدیم، یعنی 12 گکتار. ما تصور کنیم گنرال یک گنرال قرقیزستان یعنی که یک خیلی غیرت کرده که گپ گفته، غیرت کرده که این گپ گفته، این گپ دا آدم باید چند بار فکر کنه که من این گپ بگم یا که نگم. اگر کمتر کوچکی بگم باید چند بار دهنشم میشوش. اما رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان قامچیبک چند بار باید دهنشم میشوش بعد این گپ میگفت. اما ما میدونیم که دین شب گفتیم که همین مسئولای بیناموس داریم، دیوس داریم، ترسونچک داریم، درباره مردم خودش زورای نو ترسیده برام دیگه گفت و حتی گفت که ما انتظاریم، ما این فکرمون نمیگردیم، این پیشنهادمون دست نمیکشیم اگر گفت روزی نشون اما غیر قانونی میبرن که همین دامودا و خشتبار همین رحمانوف بنزین سالارکا و دیگر موادهای حتی غذایی خوراکواری و ما تمام راههای را میبندیم. گفت تمام راهاش را میبندیم. انا که ببینید چیکار کرد. و در این قدر واکنشی بگیم رئیس کمیته امنیتی قرقیزستان مردم بجوش اومد، مردم سر صداقت مردم تاجیکستان، نه رئیس کمیته امنیتی ملی، نه وزیر کارهای داخله، نه امام علی بیناموس خودش، نه وزیر کارهای خارجی دهنشون باز نکردن. نگفتن که عمو دروغ میگه یا که راست میگه و ما او را قبولش نمیکنیم. این گپا نگفتن. برای چی نگفتن؟ برای با میگم که یا ترسون چه قرقیزستان اهالی 6.5 میلیون هست. میفهمین 6.5 میلیون. تاجیکستان چنده؟ تاجیکستان 10 میلیونش میگن. نه 9.5 میلیون میگن. امروز فقط تا 2023 را گفتن یا 25 10 میلیون میشه. نگاه کنین همین گپمون اگرچه تکراره باز میگم که یک نفر گنرال میتن. برای چی میتنش؟ برای حفاظت کردن وطن، محافظت کردن وطن، پشتیبانی کردن، حمایت کردن ای مرز ایمو مقدسات ایمو بگم چیزهای با ارزش وطن یا که از مردم، حمایت از مردم. به همین خاطر او را گنرال میتن. برای همین که وزارت مدافعیت داریم، وزارت کارهای داخله داریم، قشونهای سرحدی داریم. قشونهای سرحدیش همون نزد حکومت کمیته دولتی امنیت ملی هست، یعنی زیرتابع همون کمیته. سردارش همون رجب علی، رحمان علی، فیض علی بچه خاله امام علی.
هموطنان عزیز، در اینجا فقط یک بیناموس دیگر به نام وزیر سابق خارجه ظریف کی بود؟ امراخان ظریفی، خطا نکنم امراخان ظریفی بود. همون برآمد تنها گفت که رئیس کمیته امنیت ملی قرقیزستان خطا میکنه یا اینکه این گپش درست نیست، ما گپی را قبول نمیکنیم. این همون نفری بود که همین امراخان ظریفی 2011 گفت که ما مرز زمین خاروق به چین دادیم به خاطری که این یک برد دیپلماتی بود، یک کاری بهتر بود. اونا یک بیچاره گالی مرد سهراب شریف وکیل بود، دبتر بود. او گفت که اگر ما نمیدادیم چین زده یک بربری واروخ چی را میگرفت، خاروق را میگرفت، یا که همو ولایت مختار کوهستان بدخشان را میگرفت. انا که دیدن سری موضوع ما یا که بحث در کجا می رود، یا داشته باشین 1 فوریه یک شهروند تاجیکستان ساکنی جماعت دهاتی واروخه به نام فرقت عبدالعزیز بود یا که فرقت عبدالفتاح قرقیزستان، نگاه کنین، در جستجوی بین المللی دادهش. در روسیه بازداشت شد و تاهر در بازداشتگاه هست. برای چی؟ میگه این 13 مارس 2019 در یک زد و خورد بین قرقیزستان و تاجیکستان اشتراک کرده. شما ببینید در اون وقت جنگ سنگ شب کردن مردم ما و شما سلطا گرفتن کو، سلطای ما و شما افسرو یا که همو افسرو گرفتن، مردم واروخ با سنگ زدن سربازای قرقیز. شاید انموجا همه یک با سنگ زده، همه را دیدن، نگاه کنین شناختن، ایرا در کامera غلطید، ایرا کی خبر کشید، ایرا با قرقیزستان حکومتش گفت همه را بقپین با قرقیزستان روی کنیم. شما میفهمید شهروندی ما و شما های ساکن جماعت واروخ های، میدونین شهروند قرقیزستان نیست. قرقیزستان طلب داره که رویش کنین قرقیزستان. شاید میره در قرقیزستان زندانش میکنن، شاید میره در اونجا یگون نمود بگیم تحقیر، یگون نمود شکنجهش میتن. با میگم که 6.5 میلیون دارد قرقیزستان، تاجیکستان قریب 10 میلیونه. میدونه فرق چند قدره. اما خیر گفتی اما ابوالقاسم فردوسی که پراکنده لشکر ناید به کار، ده 100 مرد جنگی بیش از 100,000. همین واقعا درسته. یعنی مثال قرقیزستان اگر خوردم باشه، اهالیش هم کم هم باشه، زورش به تاجیکستان میرسه که با یک سری بلند. و ما میدونیم که مردم قرقیزستان هم مردم بسیار بدوره. چند بار گفتم بازم میگم که ما باید احترامشون کنیم. اما در این مسئله که ما رواز زمین مجبور گرفتگیان، یک قسمش خریدگیان، قرقیزستان واروخ یک قسمش گرفتگی خریدگی یا دروغ میگن. تاجیکستان چی گپی میگه؟ دروغ میگن. اینا دیروز 18 اپریل دیروز یک بگیم مناقشه یا بحث شد. قرقیزستان گفت که از جانب ما یک همونجا دریا بوده، همون دریا را باید که یک تعمیر میکردن یا آبش میکشودن. مردمی واروخ نموندن، مانعگی کردن. یعنی که رسانه یا که همون خبری از داخل قرقیزستان ای حکومت میشود، حکومت ما و شما خپه میترسه، هیچ گپ نمیزنه. چی با گپ نمیزنه؟ 9 اپریل امام علی قرقیزستان رفت، چی واروخ رفت یا دورین واروخ رفت. چیکار کرد؟ واروخ رفت قصر فرهنگ شد، یک میدانچه ورزشی شد، با همون مردم جماعت واروخ یا صحبت کرد. تمام و همون کار بود. چی لب مرز رفتک، درباره مرز گپ زدک. چی گفت؟ اجازه طرفداراشون جمع برین دنداناتون تیز میکنین، لواتون شاید روغنی کردگی باشین، وازلین شکیدگی باشین. به همین خاطر مردم تاجیکستان مرز قرقیزستان و واروخ تنج نمیشه و فروختگی هم زمین ما را. یک پیشنهاد دارم به مردم واروخ، شما باید که از حکومت تاجیکستان از جمله از ولایت سوخت، حکومت ولایت سوخت باید که اجازت نامه اعتراض بگیرین، یعنی میتینگ به میدان باید ببراین. شما را هیچ کس دیگر گوش نمیکنه حکومت.
همین قدر صدا میکنیم، همین قدر نوارها میکنیم، همین قدر گپ میزنیم، به داد شما نمیرسن. شما خودتون باید اجازت نامه بگیرین و میدان ببروین. در همون یک گوشه وروخ نزد یگان جماعت شاید، نزد یگان شاید رئیس محله یگان خیلی بینای اداره داره، در همونجا یک روز جمع بشین، به همون بیرق پلاکت‌های شعار بپرتوین که وروخ در اینجا یکی از بگیم که تیکه گوشتی تاجیکستان در اینجا ساکنان تاجیکستان زندگی دارن. هر خیلی شعارهایی که خودتون میدونید بنویسین در همون پلاکت‌ها به میدان ببرین. اولا اجازت بگیرین، شما را هیچ کنه نمیکشه، شما جنگ نمیکنین، شما صدا میبرین، شما آواز میبرین که حکومت رژیم امام علی شما بشنوه و یک فکری برای شما بکنه. وگرنه نگاه کنین جنگ، نافهمی، بحث، مناقشه کم نمیشوه، برعکس زیاد میشوه. اما مثال در یاد ما با میار محمدجده شکرانه 25 ساله را روز 26 می 2020 از جانب سرباز قرقیز در پشت تیر زده شد. کی جواب گفت؟ 28 می روز سرحدبانان نزد دولتی امنیتی ملی در تاجیکستان جشن گرفته میشه هر سال. شما ببینید 2 روز پیش جشن سرحدبانان و مرزبانان یک دختر در پشت تیر میزنن. کمیته امنیت هم خب بود، وزارت کارهای خارجه هم، وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خب بود. اینجا دیگه بیناموسی ایده میشوه، ایده دیگه بیناموسی میشوه.